کنکورس تشکیل کردن و از این راه پول به دست آوردن از جمله گناهان کبیره به شمار می رود. پولی که از این راه به دست می آید از گوشت خوک هم حرامتر است، چون که کنکورس هایی که امروزها تشکیل می کنند سراسر همه قمار است. قمار آن نوع بازی را می گویند که در آن برد و باخت باشد. پس به من بگویید که آیا در کنکورس هایی که شما تشکیل می کنید برد و باخت نیست؟ آیا چنین می شود که بلیط ها را می خرند ولی چیزی به دست نمی آورند؟ شما عالمی را نام ببرید که بر حلال بودن این بازی شما فتوا داده باشد. شما شرم نداشته برای حلال شمردن این بازی حرام خود حیله‌گری کرده یگان چیز می فروشید و نامش را می گذارید کنکورس حلال. پناه به خداوند، از الله بترسید برادران عزیز. این عیناً همان حیله‌گری است که قوم یهود کرده بودند. خداوند وقتی آنها را از شکار ماهی در روز شنبه منع کرد، آنها حیله‌گری کرده دامهای خود را برای شکار ماهی در روز شنبه پرتافتند تا ماهی ها بدام افتند و در روز یک شنبه برداشتند. چون که در روز شنبه ماهی بسیار می آمد، گفتند ما در روز شنبه شکار نکرده ایم. کسانی که چنین بازی ها را تشکیل می کنند و کسانی که آنها را یاری می دهند همه اشان برادران و معاونان شیطان هستند. همه اشان فاسق و مردم فریب هستند. کسانی که از آنها بلیط می خرند آنها هم در گناه شریک هستند و برای آن مالی که در خرید بلیط ها صرف کرده اند در قیامت پرسیده می شوند. خداوند در قرآن سوره مائده قمار را پلیدی و ناپاکی و از عمل شیطان می گوید و می فرماید که از آن بپرهیزید تا کامیاب و رستگار شوید، یعنی تا از آتش جهنم نجات یابید. پس چرا شما عمل شیطان را انجام می دهید و هزاران مسلمان را به این گناه کبیره دعوت می کنید؟ آیا می خواهید گناه هزاران مسلمان را به دوش گیرید؟ آیا از الله نمی ترسید که او را نافرمانی می کنید؟ مگر مسلمانی شما همین است؟ از الله بترسید و بیش از این امت محمدی را به گناه نکشانید. عاقبت آن خیلی خطرناک است.